آقا سلام علیکم. داریم با حداقل امکانات بیشترین بهره وری رو میبریم. با یه زاویه دوربین جدید دیگه در خدمتتونیم. صدا رو میخوام کمش کنم، شیشه رو دادم بالا. قربون قد و بالای کیفیت اومدم در مورد یه قضیه مهم دیگه صحبت کنم به اسم تمرکز. آره بازم تمرکز. یعنی میخوام انقدر در مورد تمرکز صحبت کنم شورشو در بیارم. به نظر من الان هر کسی که باید حس کنه یه ترسی پشت گوشش داشته باشه دشمن دیدید. تا حالا دشمن داشتید؟ به نظر من همه باید تقریبا 90% مردم فکر کنن دشمن دارن. چرا؟ انقدر حواس پرتی تو دنیا زیاده. بزرگترین دشمن انسان به نظر من حواس پرتیه. گوشی جیبته. من یه دونه مصاحبه دیدم در مورد مالک تلگرام، اخیراً اومده و صحبت کرده بود. طرف میگفت من تلفن همراه ندارم، موبایل ندارم داخل گوشی، چون لزومی نداره من همیشه همراهم باشه، ولی لپتاپ دارم، کامپیوتر دارم، هر موقع نیاز داشته باشم به این فضا میرم سراغ تکنولوژی، چون حواسو پرت میکنه. بزرگترین دارایی آدم به نظر من زمانه. زمان چطوری هدر میره با حواس پرتی؟ تو اگه یه ذره برنامه‌ریزی داشته باشی تو زندگیت، میگه یه هواپیما از اینجا میخواد تا یه جای دیگه بره، مسیر طولانیه. اگه یه درجهش عوض بشه، مثلا میخواست بره آمریکا، سر از استرالیا در میاره. پس مهمه دیگه. اثر مرکب چی میگفت تو کتابش؟ میگفتش تو با کارهایی که خیلی کوچیک و آروم آروم انجام میدی به نتیجه میرسی. و تو کتاب چیرگی چی میگفت مگه؟ این کتابا رو من باز دارم بهتون میگم. من هیچ چیزی از خودم ندارم که بگم. من به این حوزه رشد شخصیه، به این حوزه قوانین جهان هستی علاقه‌مند بودم. کتاباشو خوندم، حس کردم نکات جالبیه، خیلی حرف واسه گفتن هست. سعی کردم بیام داخل فضای مجازی که در مورد این صحبت کنیم، بتونیم به هم دیگه رو رشد بدیم. چون به نظر من زندگی یه انسان زمانی قشنگتری که اون کارهایی که دوست داره انجام میده، یعنی شغلشون چیزی باشه که علاقشه، چون واقعا زندگی جذاب میشه. اینجا میخوایم در مورد این صحبت کنیم که هر کسی استعداد خودش رو بتونه پیدا کنه، هر کسی بدونه چه توانایی‌هایی داره، خودش رو دست کم نگیره، از فضای موجودم بتونه استفاده کنه، بره سراغش، ازش نتیجه بگیره. این اولین ویدیویی که به صورت جدی خودم اومدم جلوی تصویر صحبت میکنم. دنبال کمالگرایی نبودم، کاشتم دوربینو با یه زاویه تصویر مناسب، دیدم اوکیه، هم که بتونم شده یه ذره رو زندگیتون موثر باشم. قربان شما. اینجا جرقه پیش